بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند بخشنده و مهربان. با ادامه ویدیوهای بخش اول و بخش دوم، بخش سوم ما رو شروع میکنیم با امپلمنتیشن لینک لیست. خب در بخش لینیر داخل میشیم و لینک لیست رو انتخاب میکنیم. خب در لینک لیست قبل از اینکه لینک لیست شروع کنم، در بخش اول و بخش دوم ما اری و استک کار کردیم و در بخش سوم آمدیم لینک لیست شروع میکنیم. چرا کیو رو کار میکنیم؟ چون کیو خیلی شبیه با استک اپریشنایش است، با این تفاوت که کیو که است بر اساس الگوریتم first in first out کار میکنه و استک بر اساس الگوریتم last in first out کار میکنه. لیفو و فیفو این الگوریتم کار میکنه. برای کیو برای مثال اگه بتونم برای کیو مثل صفحه نانبایی، یعنی او شخص نان اول میگیره که اول در صفحه نانبایی باشه. خب بریم به لینک لیست. شما میفهمید که لینک لیست ما میتونیم سینگل لینک لیست داشته باشیم یا دابل لینک لیست. از سینگل لینک لیست شروع میکنیم. خب سینگل لینک لیست انزرشن چطور است؟ ما اپریشن هایی که در سینگل لینک لیست کار میکنیم انزرت است، دیلیت است، تراورس است، سرچ است و امثال هم. خب بیایم آغاز کنیم. انزرت کردن مثلا در لینک لیست کس انزرشن قسم صورت میگیره. یک معلومات اگه بتونم امی لینک لیست کس شبیه به اری است، با این تفاوت ها، با یک سلسله تفاوت ها که سایزش فیکس نیست و عناصر بر اساس اندکس شما نمیتونین اکسس کنین. خب بریم انزرشن کار کنیم. مثلا ما میخوایم المنت 100 را ذخیره کنیم. وقتی که شما میخواین المنت 100 را داخل یک لینک لیست ذخیره کنید، شما سه سناریو دارید. یا انزرشن شما در آغاز است، یا انزرشن شما یک موقعیت مشخص است و یا در آخر است. خب ما میخوایم در ابتدا ذخیره کنیم. ما ابتدا مثلا شما میبینید که 100 در ابتدای کیما ذخیره شد. ما مثلا میخوایم یک المنت بعدی مثلا 200 ذخیره کنیم. در کدام انزرشن هم میتونیم مورد انزرت کنیم. خب همین 100 میخوایم در اول لینک لیست خود ذخیره کنم، در اسپسیفیک پوزیشن یا در آخر لینک لیست. بعدا ما میخوایم در اسپسیفیک پوزیشن ذخیره کنیم. اندکس از میتونیم اندکس مثلا یک قبول میکنیم. میبینیم که بعد از 100 200 ذخیره شده. باز میایم یک مثلا 300 را المنت 300 را باز در اسپسیفیک پوزیشن اندکس 2 میبینیم که ذخیره شده. باز مثلا در این بار 400 میخوایم ذخیره کنیم در یک موقع مشخص. اندکسش مثلا ما میدیم 4 3. خب میبینیم که لینک لیست ما ساخته شد. آغازش 100 است و تا فعلا آخرین عنصر 400 است. ما میتونیم یک عنصر بدون از اینکه بدون از این میتونیم رو در آخر ذخیره کنیم. تمام آخر لینک لیست یک از مزایای همین لینک لیست است. مثلا ما میخوایم 500 نه مثلا 4 میخوایم المنت 4 را در آخر ذخیره کنیم. انزرشن ات اند. ببینید که 4 داخل لینک لیست ذخیره شده. بر فرض مثال ما پشیمان میشم، ما نمیخوایم که 100 در المنت 100 در آغاز لینک لیست ما باشه. ما میخوایم بگم 50 در آغاز لینک لیست باشه. ما انزرشن ات استارت انتخاب میکنم و میبینیم که به راحتی شما میتونید ذخیره کنید. ما میبینید انزرشن ات استارت، ببینید که 50 آمد در ابتدا قرار گرفت و 4 آمد در انتها. و این را باید بفهمید که در اری شما نمیتونستین که در اندکس 0 یک المنت اضافه کنین بدون از اینکه او المنت یعنی غرض نگیرید. در شما در صورت میرسین در اندکس 0 در اری یک عدد ذخیره کنین که شما بگیرین عدد قبلی یا ولیو قبلیش دیلیت کنین، بعد از او بیاین او عدد را که میخواین در اندکس 0 ذخیره کنین. یا مثلا ما میخوایم بجای 200 نباشه، همون باشه 100 و 1.5 باشه، 150 باشه. مثلا میخوایم المنت 50 را در بجای 200 ذخیره کنیم. درست است؟ بجای این المنت اینجا شما ببینید 200 فقط اندکس ات اسپسیفیک پوزیشن انتخاب میکنم و اندکسش هم میتونم اندکسش هم هست 2. شما دیدین که بجای 200 150 اومد. اینمی کار شما در اری نمیتونستین. در اری باید او المنت از بین میبردین. شما اینو میبینید وقتی که هیچ قسمی همین عملیات صورت گرفت، 50 بود، 100 بود، 200 بود، 300 و
400 اینیا وجود داشت تا به 4 و وقتی که ما خواستیم که 150 رو اضافه کنیم او الیمنت چی کار میکنه؟ اول می 50 رو میبینه در اندکس 50 0 اندکس 100 است 1 و اندکس 200 است 2 درست است. ما گفتیم در اندکس 2 یک نیم صد ذخیره کو عدد 150 رو الیمنت 150 رو خب چی کار میکنه؟ با جای 200 150 رو ذخیره میکنه و یک استپ کلشان به طرف چپ میبره به طرف چپ میبره 4 یک استپ به خانه قبلی انتقال میده 400 هم و 300 و اینجا قابل ذکر است که در لینک لیست است سایز فیکس نیست. خب بیایم روی انزرشن کار کنیم. بیا دلیشن چطور صورت میگیره؟ در اپریشن دلیشن در چی است؟ دمی لینک لیست کس مثل انزرشن است. شما میتونید یک عنصر از ابتدا حذف کنین، از آخر حذف کنین و یا از یک موقع مشخص. اینجا میبینید که delete at start، delete at specific position و delete at end کار کنین. مثلا ما میخوایم delete at start کلشانه براتون کار میکنم یا اپریشن کار میکنم اما قبل از بیاین یک کار میکنیم. نه درست است، ما هم دلیشن کار میکنیم. مثلا ما میخوایم که استارت که یعنی 50 الیمنت 50 است از لینک لیست خود حذف کنیم. برای حذف کردنش فقط کافی است که انتخاب بکنیم delete at start میبینیم که 50 حذف شده. و بیوار میخوایم مثلا 200 حذف کنیم. آیا میتونیم 200 حذف کنیم یا خیر؟ بله میتونیم با انتخاب deletion at specific position. خب مثلا پوزیشن چه میدیم؟ یک. ببخشید ما 150 اینجا است که ما بخوایم 200 حذف کنم دوباره انتخاب میکنم و یه دوباره میبینیم که ما 200 حذف کردم. خب اگه بخوایم الیمنت آخری رو حذف کنم ما میتونم که فقط انتخاب کنم مثلا deletion at end انتخاب کنیم که در گزینه سوم است و با فشار دادن با وارد کردن مقدار 3 ما میتونیم اون را حذف کنیم. و این را باید شما متوجه شوین که این توانایی در چی نبود. این توانایی در استک بود. شما در استک میتونستین یک الیمنت از آخر حذف کنین، پاپ کنین، اما نمیتونستین از اول پاپ کنین. چرا؟ چون با خاطر که شما اول پاپ کنین باید هر چی عنصری که در بالاست اونا رو پاپ میکردین بعد از اول پاپ میکردین. اما در لینک لیست که فقط اندکس شبیه به اون اندکس حذف میکنین شما الیمنتی که شما میخواین. دلیشن کار کردیم. تراورس عناصری که در لینک لیست ما را چاپ میکنه. بیایم تراورس هم ببینیم. دیدین عناصری که باقی مانده بود رو برای ما چاپ کرد. خب بیایم سرچ کار کنیم. خب برای از اینکه سرچ کار کنیم بیاین یک چند تا الیمنت ما ابتدا اضافه کنیم. مثلا یک بیایم انسرت کنم. درست است. ولیو مثلا 34 340 انسرت میکنم. دیگه عدد مثلا 30 را انسرت میکنم. دیگه مثلا عنصر چند تا عنصر اضافه کرده میرم که تعداد همه الیمنت های ما زیاد شده بره. خب میبینیم که تعداد الیمنت های ما حدود 8 یا 7 شد. 8 شده. خب سرچ یعنی پیدا کردن یک عنصر در داخل لینک لیست. در داخل لینک لیست است شما نمیتونید یک عنصر با استفاده از اندکس از او را اکسس کنید چون شما از اندکس او خبر ندارید. مثلا عنصری که در اندکس یک کس را شما نمیفهمید که مثلا 44 نمیفهمید در کدام اندکس است تا ای که او عنصر رو پیدا کنین که آدرس 44 الیمنت 44 در پیش او باشه، یعنی ما قبلش پیدا کنین. خب بریم روی سرچ اپریشن سرچ در لینک لیست کار کنیم. خب میگه اندکس برای ما بده. خب اندکس مثلا ما میخوایم کدام اندکس پیدا کنیم؟ 2221 را پیدا کنیم. 2021 اندکس 62 شما ببینید که برای ما پیدا کرد. insertion at specific position. خب دیگه ما سرچ هم کار کردیم و